دوستان بسیار عزیزم سلام عرض میکنم، امیدوارم همگی خوب باشید. این ویدیو مخصوص شماست که فرصت‌های بسیار زیادی رو با موتورسیکلت خودتون در مسیرهای بزرگراه‌ها بیرون شهرها منظورم هست، اتوبان‌های بیرون شهری رانندگی میکنید و احتیاج دارید که بعضی از مواقع، البته همیشه نه، بعضی از مواقع از یک بوقی با صدای بلندتر استفاده بکنید، چون بوق‌هایی که روی موتورسیکلت ها نصب شده بین 40 تا حد اکثر 80 دسیبل هست. به خاطر همین شما احتیاج به یک بوق بزرگتر دارید. اما امروز اون بوقی رو که میخوام با شما در میون بگذارم از اون بوق‌هایی که تو استادیوم ها زمان تشویق تیم ها استفاده میشه، اما برای وسیله شماست، برای موتورسیکلت شماست. دنالی یک سازنده خوشنام در این صنعت و اما بی توجه به جعبه ها، همونطور که میبینید چیزی برای توضیح نداره، یک جعبه سیاه و یک مقوایی که روی اون چاپ شده و یک عرض کنم حضور شما که برجستگی برای نشان دادن طرح بوق و به هر حال اما استفاده از رنگ های توسی، سفید و شبرنگ زرد بسیار خوشایند. خدمتتون عرض کنم که اینجا هم توضیح داده که تا 120 دسیبل تولید صدا میکنه. این بوق در واقع بوق شیپوری. اما یکی از بزرگترین فواید این بوق اینه، یکی از خواص بسیار عالی این بوق اینه که شما اگر یه وقت فراموش بکنید که کلید بوقتون رو عوض بکنید و موتورسیکلتتون روی این بوق باقی بمونه، این 25 ثانیه اول بوق معمولی هست با دسیبل پایین، یعنی میتونید در شهر هم از اون استفاده بکنید و هیچ مزاحمتی و هیچ نگرانی نداره. به خاطر اینکه ما در یک اجتماع زندگی میکنیم، بچه‌های کوچک، خانم‌های باردار، افراد کهنسال و در افرادی که در بیمار هستن و به هر حال بعضی از آدم‌ها که اصلا اعصاب ندارن، شنیدن صدای بوق براشون خیلی هم خوشایند نیست. به خاطر همین مواظب خودتون هم باشید. اما استفاده این بوق در بیرون از شهر، شاید داشتن این بوق در واقع نه استفاده، داشتن این بوق برای شما که طبیعتگرا هستید و به بیرون از شهرهای مسافرت میکنید با موتورسیکلت ضرورت است، یک ضرورت است. تجربه من این رو نشون داده که ضرورت داره. البته من خودم زیاد بوق نمیزنم، ولی این تجربه به من ثابت کرده که احتیاج مبرم هر موتورسیکلت رانی احتیاج به یک چنین بوقی داره. بوق رو ببینید. بعضی از شما ممکنه که به سختی برای این بوق جا پیدا بکنید، اما من توصیه میکنم که به هر حال هر طوری شده این رو و یا مشابه این بوق رو برای موتورسیکلت خودتون انتخاب بکنید و نصب بکنید. خب اجازه بدید طبق عادت همیشگی و طبق آداب ما بوق رو در بیاریم. ببینید فاقد هر گونه بسته‌بندیه، ساختن گذاشتن توی جعبه. این هم بوق دنالی با 120 عرض کنم حضور شما که دسیبل صدا. خب این موتور بادش هست و این هم گیره نگهدارنده برای فضایی که بهش اختصاص میخواین بدید. این هم که شیپور اون هست، محل خروج صدا و یک صدایی داره که من فکر میکنم که کامیون ها رو دیدید دیگه، بوق‌های شیپوری دارن دیگه، بوق‌های ورزشکاری دیگه، کاملا بوق‌های استادیومی. این صدای قوی تر از اونها هم تولید میکنه. اما توصیه میکنم که موقع استفاده از این نهایت دقت رو به کار ببرید و خوشتون نیاد هر جا دلتون میخواد بوق بزنید. این از اون بوقا نیست، مردونه است، تحت تاثیر قرار میده شنونده رو. این دنالی و این هم شما. و خدمتتون عرض بکنم که مطمئن باشید من این رو روی موتورسیکلت خودم خواهم بست و تست صدا رو با هم خواهیم داشت. دنالی رو اینجا نوشتن. این بوق در واقع روی موتورسیکلت اینطوری قرار میگیره، ملاحظه بفرمایید، اینطوری قرار میگیره و اینطوری قرار میگیره و این صدا رو به بیرون پخش میشه. و عرض کنم حضور شما که یک قطعه هم هست اینجا که اینها رو البته میدونید که اینها رو باید یک استادکار این کار نصب بکنه. این هم پیچ و مهره برای این قسمت که در اینجا بسته میشه. و عرض کنم حضور شما که باز هم یک دستور خدمتتون عرض بکنم که
دستور نصب و دستور راهنما و نوع قرار گرفتن این بوق روی موتورسیکلت و همینطور نصب اون. امیدوار هستم که هیچ وقت احتیاج به نواختن صدای یک چنین بوق‌هایی نداشته باشید وقتی موتور سواری میکنید. همیشه سالم برانید، با عشق برانید و مواظب خودتون و اطرافیان خودتون باشید.